طریقه اجرای کلاه ترانسفر. اجرای کلاه ترانسفر هم شبیه به هوم دکوره و روی سطوحی با زمینه تیره هم قابل اجراست و طریقه اجرا و چسباندنش هم پشت کلاه ترانسفر نوشته شده. ترانسفرمون رو از کاور پلاستیکی در میاریم، دور ترانسفر رو برش میدیم، تلق روی ترانسفر رو برمیداریم و ترانسفر رو به صورت وارونه روی سطح میچسبونیم. یعنی ترانسفر رو به سطح اون باشه و پشت ترانسفر که مقواییه و عکس و نوشته داره رو به خودمون باشه. با دست پشت ترانسفر میکشیم تا کاملا بچسبه و فیکس بشه. بعد تامپون رو داخل آب میزنیم، آب اضافه رو میگیریم و تامپون رو از داخل ته یا وسط یا مرکز ته به لبه ته یا بیرون ته میکشیم یا مثل روش هوم دکور روی ترانسفر به صورت ضربه‌ای میکشیم و میچرخونیم. سرعت عملمون باید بالا باشه و بعد از مدت 30 ثانیه تا 1 دقیقه و یا بیشتر ادامه میدیم تا کل مقوای پشت کارمون کاملا خیس و نمدار شده باشه، تا جایی که کاغذ یا همون مقوا از روی کارمون تکون بخوره و جابجا بشه و مطمئن میشیم که طرح ترانسفرمون کامل به سطح منتقل شده باشه. کاغذ مقوای نمدار شده را از روی کار به سمت پایین میکشیم و یا از روی ته و سطح برمیداریم. با قسمت لیز کاغذ مقوایی خیلی آروم روی ته میکشیم، از داخل ته به بیرون ته و یا با دستمال مرطوب این کار رو انجام میدیم و با دستمال خشک یا کاغذی آروم روی ته میذاریم و برمیداریم و آب اضافه روی ته را خشک میکنیم. روی ته نمیکشیم چون ممکنه ته کنده بشه. وقتی ترانسفر رو چسبوندین و کاملا خشک شد میتونین روی ته افکت وینتیج ایجاد نکنین، ولی اگر میخواین با سطح یک دست بشه با سنباده دانه درشت یا ضرب مثلا 80 روی قسمت هایی از ته خراش ایجاد کنین و یا با سنباده نرمتر خراش و خط و خطوط ریز ایجاد کنین. بعد از 24 ساعت که طرحمون کاملا خشک شد روی طرحمون رو وارنیش میزنیم. وارنیش براق یا مات فرق نمیکنه و سلیقه‌ایه. من وارنیش مات میزنم. مقدار کمی وارنیش رو روی طرح میریزم و با قلموی سرتخت نرم از بالای طرح به پایین طرح میکشم. بعد از اینکه وارنیش کار رو زدیم و خشک شد میتونیم اسپری کلر مات یا براق روی کار اسپری کنیم و بعد 24 ساعت که خشک شد برای قاب بندی کار از موتیف های PVC که منعطف هستن استفاده. موتیف ها رو میتونیم با دست یا تیغ اندازه و برش بدیم و اگر ناصافی داشت با یک سنباده 180 سنباده بزنیم. برای رنگ‌آمیزی موتیف ها من از ترکیب رنگ اوکر، دارچینی و سفید استفاده کردم و به صورت ابروباد و ترکیبی روی کار زدم. وقتی کاملا خشک شد از پودرهای کهنه‌کاری یا خمیر کهنه‌کاری سبز یا کد 703 کادنس روی کل موتیف تاچ زدم. و بعد هم از گلد فینگر یا فینگر واکس مسی یا کد 906
روی برجستگی‌های موتیف زدم. گذاشتم کاملا خشک بشه و با چسب قطره‌ای خیلی سخت و قوی روی کار چسبوندم. موتیف ها که کاملا چسبیدن، من برای اینکه طرح و سطح کارم پخته تر و حالت کهنه تر و قدیمی تر پیدا کنه، از واکس های چالکی رنگی ریج روی سطح تاچ میکنم. 3 تا رنگ اسپرسو، شکلاتی و مشکی داره. من از رنگ شکلاتی استفاده میکنم و در گوشه هایی که افکت وینتیج داره به صورت ضربه‌ای یا گوشه های کار نزدیک موتیف ها سحر رنگ رو میگیرم و واکس میزنم. اگر قسمت‌هایی رو تیرگیشو دوست نداشتم با دستمال مرطوب پاک میکنم و یا دستمال مرطوب رو از بالای سطح به پایین سطح میکشم و یک حالت خطهای تیره و روشن روی سطح کار به وجود میاد. و یا قلمو رو از بالا به پایین سطح به صورت پرتابی میکشم. شما میتونین همینجا کار رو تموم کنین و یک تابلو زیبا داشته باشید، ولی من میخوام کارم به جز تابلو کاربرد دیگه هم داشته باشه. پس پایین کار 2 تا گیره آویز لباس یا آویز جا کلیدی و یا آویز وسایل آشپزخونه هم میچسبونم. امیدوارم که لذت برده باشین و آموزش کاربردی باشه. مرسی از نگاه و توجهتون.